اینجا رو به معرفی کن که 2 تا 3 برابر سود بانکی رو بهت بده و از همه مهمتر پولت سیف باشه، یعنی تورم روش تأثیر نداشته باشه و صرفاً پول تومن یا ریال نباشه. یه اپلیکیشن که بتونی طلای آنلاین رو توش سرمایه گذاری کنی. نظرت چیه؟ با من همراه باش. اینجا بخش AMM صرافی کوینکسه. این پایین پنجره دارایی و اینجا از پنجره دارایی سربرگ AMM رو میتونید ببینید. اینجا من تقریبا 1000 تتر ارز پکس جی رو اینجا مشارکت در نقدینگی کردم، شرکت کردم در بخش مشارکت در نقدینگی پکس جی که همون طلای دیجیتال است و اینجا شما میتونید درآمد روزانه من و اینجا درآمد انباشته شده من رو ببینید. تقریبا میشه گفت که 2 برابر سود بانکی، 2 برابر تا 3 برابر سود بانکی بهم سود داده و اتفاقی که افتاده اینی که پول من تورم روش تاثیر نداره. چرا؟ چون این طلای دیجیتال هست و به قیمت اونس جهانی معامله میشه. اگه اینجا وارد بخش اسپات بشیم، این پایین پنجره اسپات و ارز پکس جی رو این بالا سرچ کنید، ببینید قیمتش قیمت اونس جهانیه که اتفاقا طلا هم رشد کرده. اگه میخواید آموزش مشارکت در نقدینگی ارز پکس جی یا طلای دیجیتال توی کوینکس رو براتون بذارم، طلای دیجیتال رو برام کامنت کن. امیدوارم ویدیو به دردت خورده باشه، موفق باشی، خیلی مخلصی.